مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی. السلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیزی شبکه شهنام. امروز جمعیت تبریکاتی شهنام در طرفخانه همدم بابا در روز خورسندی در خدمت‌های مونیس جان برای تبریک کردن اونا جان‌ها شاعرانه و حاجیانه مطلوبانه آمده. امروز تبریکات از نام شهرزادکه، از مسافرت از نام گلبهارایی، از نام گلمیرایی، از نام کلین پاشا می‌خواهیم لحظه های خورسندی خدمت‌های مونیس جان را همراه شما با هم ببینیم. باشید با شبکه شهنام. بسیار میگوییم برای چنین سرودهای دلنشینتان بار دیگر هر یکی شما عزیزان مهربانان را از نام امروزه صاحبتویان خوش آمدید، نوری دیده تاج سر میگوییم. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. عمری روان روان است خواهیم یا نخواهیم، شکری غنیمتی عمر با هم بودن غنیمت. دوستان عزیز باید به قدری چنین لحظه های خوش برسیم. بگذار در خاندانی هر یکی ما و شما چنین توی و تنتنه ها بردوام باشد میگوییم. عزیزان حالا نوبت را برای تبریک نمودنی اهل این خانواده آمدند گروهی شهنام. نوبت را به حسین نور محمد میدهیم. مرحمت. تشکر میگوییم برای بانوی سخن استاد عزیز خانم مهیا صالحی و تشکر میگوییم. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلامی ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم پدر مادران عزیز، زنبانوان، مهمانان طرفخانه زیبای همدم بابا. یکایک شما را به امروزه خدمت‌های مونیس جان و درگاه زیبای امروزه صاحبتویان از ندینکه گلبهارایی و درگاه امروزه شاعرانه و مطلوبانه خیر مقدم میگوییم. البته مهمانان عزیز میخواستیم در این دقیقه ها صاحبتویان امروزه را شاعرانه مطلوبانه را همچنان انیسبانو را با قرصک‌های صمیمانه شما عزیزان به نزد ما تکلیف کنیم همراهی مونیس جان و البته میخواستیم آنها را تبریک بگوییم. مرحبا. شاعرانه حاجیانه مبارک باشد. تن مونیس جان روز خورسندی مبارک باشد. آنا جان‌های عزیز، مادران مهربان، خدمت‌های مونیس جان را برای شما مبارکباد میگویم. شاعرانه حاجیانه سمرقند ما چنین یک شهر است که هر یک تویش، هر یک لحظه های خورسندیش معروف تمام دنیا می شود. امروز آن جانها زنبانوان یک مراسم زیبا می گذرانند، مراسم سلبندان. برای هر دوی شمایان این مراسم خوشبختی را مبارکباد می گویم. بگذار به توی نکاحی مونیس جان رساند تا که چمیلی خشم در آمده از ایرالیک‌های خواندن برای آن جانها نصیب کند. امروز شاعرانه حاجیانه شمایان را از نام خاندان شهرزادکه، از مسافرت از نام مادرجان مونیس جان، از نام گلبهارایی، از نام خالجانشان گلمیرایی، از نام کلید پاشاجی آنها، از نام اهل آیلهشان تبریک میگویم. گفتن ما خورسندیم، خوشبخت هستیم که مادران ما و این روزی خورسندی و خوشبختی خداوند رسان مادران ما را و شکر میگویم که آنها در سر ما هستند. برای مادر میگویند مادر تو شعر بهترینی من،
تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد بگردی خاک پای تو. ایا مادر فدایت من، فدای قدم های شما گردیم. حاضر تا در آمد همراهی گلبهرایتی صحبت کردیم، گفتن که حسین جان گلبهرایتی مادری مونیس جان در مسافرت هستند، خدا کند که صاحب رفتن سلامت بیاید. من کدی گفته فرستادند که برای هر دو مادران ما رحمت تشکر رسان. رحمت برای که فرزندان را مانند گوهرک چشم احتیاط کرده کلام کرده ایستاده. من امروز در این کاشانه زیبا جای مادر را نشان نداده، اینقدر مهمانان را جمع کرده، این خدمت‌های را با یک درجه اعلی گذرانده ایستاده. از نام گلبهرایتی برای هر دوی شمایان جایرانه حاجیانه هزار هزار رحمت میگویم، تشکر میگویم. که میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بین مانند او را سالها پروردم، مینی هم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. شاعرانه حاجیانه همین مسافران در مسافرت میگردند، شما برای مادران دعا میکنند که در مسافرت صاحب سلامت سربلندانه زندگی میکنند. شمایان همیشه باشید. مادران یک شخصیت هستند که با چشم بینا در زندگی میبینیم، فرشته ای که از طرف خداوند بهر ما فرزندان آفریده است. مادر چنین بزرگترین شخصیت است که آن جنت را در زیر پای قدم گذاشته، با آغوشی پر از مهر خود ما فرزندان را گرفته است. با وصف مادر چقدر سخن گوییم و اینقدر فاضل و شاعران چقدر شعر و ترانه ها نوشتند که گفتند بهر مادران کم است و یک سخنی که از زبان مادر میبراید از داستان هم زیاد است. امروز برای مونیس جان میگوییم نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد، پسر در کوی عشق هفته چه پروای پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، با امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. اولا مونیس جان دستگیری پدر شود، دعاگیری باباها و دستیاری آن جانها شود. همین سینی 20 در آمدن به شاعرانه همراهی حاجیانه من همین خاندان به خواستگاری روید گفته شمایان را با یک تشویش شیرینی زندگی بند کنند، صاحب عبیره های شیرین شوید و باز شمایان را تبریک کردن نصیب کنند. روزی بهترین زندگی را برایتان مبارکباد میگویم. امروز روزی خرسندی است، روزی شادیانه است برای شمایان، البته شاعرانه، مطلوبانه، انیسابانه. در اینجا گلدسته های زیبا تقدیم کردیم، یک تا برای شمایان خودی مونیس جان تقدیم میکنند. مونیس جان یک تا گلدسته های میگیریم و برای آن جان ها تقدیم میکنیم با کرسک ها. مرحبا. و همچنان برای انیسه بانو خواهرک نازنینشان مرحبا. مبارک باشد. اگر نیت‌های نغز و نیک در قلب مادران هست، شاعرانه برای مونیس جان، برای خودتان، برای هر دو آنها، برای مسافر بودگی مادر جانشان مرحمت بشنوید. خوش آمدید دودکی دیده تاجکی سر، هم یکاتون قدمک‌های موندگیتون رنج نکشد که الا که کوب کد رفته است، کوب کد بیاد الهی پروردگار دنیا یکی هیچ کند، صاحب رفته سلامت بیاد برگردد پیش پای تکن ولی یکش بر ولی یکاش اهلی سومین شود، آدم شود، عالم شود، دنیا به گستگی شد. مونیس جان یک دی به برکه شود الهی پروردگار سرش از سنگ کلتون پدر مادرش به خدمتگار شود. همین جشتگاه خوش آمده تا نوری دیده تاجک سر، هر قدمی موندگیتون رنج نبیند الهی پروردگار. هم یکاتون همی خیلی روزکای خورسندی بگردتون الهی پروردگار. خلاق نشنامدتون الهی
پایکاتون درد نبیدن چشمکاتون نم نبیدن خوش آمدتون برای همین برای اکوی من که نکم ساق رفته است سلامت برای دوته برای یکش برگردن آیدهش دوام کرد رحمت هزار اول قرصم میزنم به افتخار شاعرانه حاجیانا مبارک باشد لحظه های بهترین زندگی برایتان مبارک باد میگویم نیت‌های نوزنگ برای امروزه مونیس جان و همه السلام علیکم شما ده نوری تاجی سر شما ما حرمت کرد اومده خدایتون شما حرمت کنم من یکتون زمین زیر کردم تا دنیا بودن باشه همین برای کوی منم فرزندتون کتی دومتون کتی خوشبیر شود بینی به دولت شود اون یک نه اون سی کنه هم یکتون باید باری دفته شما ده رحمتی کلون سنجون شما به اول تشکر سلامت باشد و انیسا بانا مادر کسی تبریک میگویم مادر جان و رحمت میگویم یاد کردگیاتون رو میگویم مرحمت قبل بار جان بجای دخترت مردم میزنم دخترت که دو رحمت میگن ساق باش سلامت باش بچه تشکر برویتی نیت‌های نوزنگ باشد برای مادران هوات را برعکس میده باشد از شمایان سخنها باشد میشنویم اما جانی مونیس جان مرحمت شایدایتی مبارک باشد مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز اولا خوش آمدید در دو در منبع هم یک کدام خوش آمدید در تاج سر به این که نمایم شاید مسافری و فرزنداشون دفتر رفته صاف سلامت تک کنم پناهی الله با باشم هم یک کدام به رحمت خوش آمدید تشکر میگویم سلامت باشد حاجیانه شاعرانه شما را با نزد نمی بانر تکلیف میکنیم عکس ها میبرداریم تعریفچیان امروز در خدمت هستند و ما باشد تشکر میگویم به دقت همه مهمانان و همه شمایان عزیزان کیفیتی خوش کیفیتی بالیده اشتهاهای تا میگویم به امروز توی با یک کیفیتی تویانه اشتراک کنید از تشویش های زندگی کمی دور شوید یک جای رقص خرسندی کنید از نام شاعرانه از نام حاجیانه و همه شمایان خیر مقدم میگویم و در اینجا خاله جان ها میخواهند تبریک گویند مبارک خاله مرحمت حاجیانه خالد خاله مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر تسکینی دلی امیدوارم خواهر حسنی دل و فیض روزگارم خواهر در دیده من محبت این دنیاست من یاد تو را به دیده دارم خواهر السلام علیکم حاجیانم خدا جان ها مبارک باشد بزم زیبا مبارک باد میگویم در این خیر توی تنتنه ها سخنهای تبریکاتی ارزنده است با افتخار جیان با افتخار صاحب تویان مادران نیت‌های نوزنگ را میشنویم مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز این روزی جانم پسرش از روی سنتویش روی صبح سلامتک رفته صبح سلامتک بیاد بزرگ که همینای بیند لکن اینا باید نکرد کلین تویای بیند همین نومیش نومکای ناز خطی همینای خونده همینای های کده روزکای ناز خطی کرده صبح باشد سلامت باشد هر موتو روزکای ناز ببینید جیاناتی منم ساق رفته سلامت باید به قطاری که اللهی میرون همین مونشتان قدیم و دیگشم قلون شما چی میاد دارم میاد تو شما لخلیه اللهی میرون بسم الله الرحمن الرحیم قدم بلاد تکیگا به خدای رسول اشار نزدیک کنم ارغم دور کنم ای پاکی پرم
مسافر بچه تا همین عکاسون پیشنگی دارمشون رو نگاه دارم قطار همین بچه های مونگون رو نگاه دارم تشکر مرحمت خوش آمده که من صبح رفته سلامت بیا میشه که بچه کش بر بیروی موشه پیش و اصلی مرحمت انگل الله مرحمت خواب رقص بفقدن معلمه مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز از دور و نزدیک آمدگی مهمانای از قشقر دریا کلگر مهمانان همین یکادون خوش آمده به درگاه اطلاع بوری دیده تاجی سر من از این فرصتی پرپرز استفاده بودم منیس جان را با این روزی سنتی روزونتویش تبریک میکنم با اطلاع با این روزی مهمانتویش را تبریک و مبارکباد نمودم از نام اهل اولاد اسرافیل پا از نام اهل اولاد نبی پا تبریک و مبارکباد می‌نمایم می‌گذارم منیس جان الهی مگر کلام بچه کلام شده و آیه رسیده الهی به خدمت پدر و مادر آنهایی باباهاش کند الهی مگر مکتب‌های عالی و درآمده الهی مگر سزاواری علم‌ها شود الهی مگر جمله من تبریک میکنم باز یک بار دیگر خوش آمده نوری دیدن تاج سر میگم اون با گلون اگر مانه گوش کده ایستادگی باشد اگر خفه نشود شما الهی صاحب رفته سلامت بیه من اوجه شما با برکات را خوش رو بده گذارونزه بیجم زیر نشه با بیه اگر همیشه تویم مون شویده الهی مکن صاحب رفته سلامت بیه سری بچه کتون بر رحمتی کلام بده قطعتون رحمت تشکر شما هم خیلی از صف دور نشده ما رسم میگیریم عکس میبرداریم نوبت رو با استاد عزیز خانم مهیا میدهیم تشکر میگویم برای ما وقت ضایع کردن و سخنهای تبریکاتی ما را شنیدم عزیزان و همه شما بار دیگر تشکر میگویم در خدمت شما جامعه تبریکاتی شهنان بودن کیفیت توی در خاندان شما بعضم باشد ما باشد در خدمت شما باشیم تشکر میگویم مرحبا
عزیزان امروز بعضم را خندت‌های مونیس جان را همراه شما را فهم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهلا و خود را احتیاط کنید.